یک نکته حمزه حسن علیه السلام از فرمان معاویه حسن علیه السلام را کشته، یعنی مسموم کرده. وقتی که ما این میدونیم که یزید علیه لعنت علیه هم این تصمیم داشت حسین علیه السلام بکشد. ما به نتیجه برسیم که امام حسین علیه السلام اختیار بین زنده و مرده نداشت، فقط اختیار در مورد نوع شهادت و از این جهت امام حسین علیه السلام بهترین گزینه کرد. این بهترین گزینه این خیلی جالبه. چرا؟ چون نه فقط این جهت این بر امام حسین علیه السلام و فامیلش، خانوادهش که این همراه با روم بودند، نه، اگر ما ادامه بدیم این مسئله خیلی بزرگ است. چرا؟ چون یک از بزرگترین ضابط از چیش یزید، یعنی هور ابن زید، از چیش یزید انتقال کرده به حسین علیه السلام. یعنی آخرش ما توانیم به این شکل اینو میبینیم که هور علیه السلام تا آخر فهمیده راه درست امام حسین علیه السلام. و اگر ما هم نگاه کنیم ما میفهمیم که حسین علیه السلام حتی در این حال که این جنگ هستش هم نمازش را خوانده. یعنی از این جهت توانیم میگیم که حسین علیه السلام نه برای زندگی جنگ کرده، نه برای اسلام. و اسلام به معنی اسلام واقعی. اسلام واقعی یعنی در واقع این جنگ نیست. یعنی جنگ نمی کنیم برای کشتن دیگران، نه، جنگ می کنیم که توانیم زندگی کنیم چطور خداوند می خواهد. و این نتیجه گیری همان از این عاشورا، از هم این جنگ در کربلا. یعنی از این جهت در بعضی جا بهتره که ظلم بپذیری، ولی فرق این است آن نفر که این عیسی علیه السلام زده هدایت شده، ولی این در مورد یزید نمیشه. نه همیشه جنگ درسته، هم یک عقب رفتنه. اگر من مثلا یک داستان از امام باقر علیه السلام اینو میبینیم، این اشاره میکنن. یک از اصحابش گفته ما 100,000 نفر هستیم، چرا جنگ شروع نمی کنیم؟ امام باقر علیه السلام گفته به این فر برو، و بعدا این گفته ببخشید یعنی این موضوع. بعدا ادامه به گفتگو کردن. بعدا یک اصحاب دیگه آمد با امام باقر علیه السلام به این گفته به این فر بود و این بدونی سوال کردن مستقیم به آنجا رفته. و بعد از یک مدت کوتاه امام باقر به این اولی گفته بیا، و بعدا این دیدی این فر که چیزی خنک داشت و اصلا چیزی خدا نبود. و بعدا امام باقر علیه السلام به این گفته ما خودمون میدونیم کی ما باید جنگ کنیم، کی این انقلاب شروع میشه.
از این جهت این هم در مورد عیسی علیه السلام هم این وجود داره. وقت هستش که باید جنگ کنید و وقت هستش که نباید جنگ کنند و حتی در بعضی جا یک عقب رفتن، یک هدایت از دیگران هست و از این جهت این هدایت مهمتر. حسین علیه السلام به اعتقادش که کاملا به خداوند و از اول تا آخر وفا بود و حتی در آخر به دیگران مجبور نکرد پیروی کند. ولی این 72 نفر که همراه در اشورا بودند میدونیم که همه به خواست خودشان به حسین اعظم کمک کردند. حتی به این مسئله که دانستند یعنی فردا حتما به این شکل از دنیا میمیریم. بنیاد بین المللی استبصار